با عرض درود و پیام تصمیم تصویر، ترغیب، تشویق هنر دیدار ما و شما را عزیزان سبب گشت. میخواهیم امروز از هنری لب وا بکنیم که تسخیر کننده دل میلیون هاست. اگر صنعت را در عموم چون انگشتری ارزیابی کنیم پس به یگام شک او را میتوان نگین صنعت تاجیک نامید. پس استقبال گرم شما بانوی هنر نگینه امانقلووا. خیلی از دیدارت شدیم. تشکر. منم بسیار شاد هستم. خوش آمدید. فکر دارم سفینه در حیات هنری نگینه بانو سهمی باسزا دارد یا نه؟ بله، همون زمینه اساسی در هنر من همین سفینه گذاشتگی است، چون از همه نواری بهترینی همون پارچه اندلب از سفینه بود. پیوسته صدا میداد تکرار به تکرار. هر روز 4 بار 5 بار. در لب آب شب مهتابی توجه نگینه به یاری نازنینی افتاد که او را چون ماه بیدار تصویر کرد. چگونه؟ باید از لحن خودش بشنویم. این شبی بود که رنجیده نگارم آمد، بخت خندیده خرامان به کنارم آمد، در لبی آبی شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری، در لبی آبی شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری. احسن. اگر خطا نکنم این انقریب 12 سال پیش بود. این بله 2006. 2006. خوش نگینه، من با اطمینان کامل گفتم میتوانم که مردم دوستت میدارن. پس برای سزاوار بودن به عنوانی محبوب دلها چی باید کرد؟ محبوب دلها؟ من محبوب دلها هستم. بله چرا؟ نه فکر میکنم برای این خیلی زحمت کشیدن کار، سالها زحمت کشیدن در کار که در محبوب دلها شوید، در دل مردم جا گیری. چون آسان نیست. هستن بسیار هنرمندای هستن که با یک سرود با 2 سرود بسیار مشهور شدند، لیکن از اون دوام نکرد. از همون یک مهلت معین. بله یک مهلت معین بسیار مشهور بودن، محبوب بودن، لیکن از اون دیگر دوام نکرد. یعنی مثل یک شمع درخشیدند و خاموش شدند. بله، برای محبوب دلها شدن فکر میکنم حالی سالها چقدر سرودهایی داشته باشی که به ماندگار باشد، به دل مردم چقدر جا گرفته باشد که محبوب دلها باشی. نگینه میداند که چند ترانه دارد، تا امروز چند ترانه خوانده باشد؟ مال نگینه راستی حساب نکردم. یک 3 سال پیش حساب کرده بودم 100 و چند تا بود. خب در این 3 سال دیگر بله زیاد هستن. نیت ندارید که مثلا همه ترانه ها رو در یک ثبت ویدیویی باشد یا ثبت آوازی از آغاز تا به امروز؟ خودم دارم برای خودت در خزینه خودم دارم. از شما به اون ممنون میگوید که برای مردم برای بله چرا نه؟ فکر خوب است. Bia
پیش‌های دلت را هم صدایم اگر چی مدتی از تو جدایم میان این همه مردمی عالم عزیزی بو عزیزی از برایم بیا به قصد دوری به پاداشی صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا به قصد دوری به پاداشی صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شب باران به دامانی بیابان بیا از دل ببر هوای هجران بیا از دل ببر هوای هجران нигина кӯдакӣ дар куҷо гузашт? биё каме сайри ҳамун даврони беғашу беолоиши кӯдакӣ кунем. شهری پنجکند به دنیا آمدم. اونجا به بویه رسیدم تا همین سال 2006 از 2006 در دوشنبه هستم. خب چی گونه گذشت زمانی دوران کودکی؟ نیت ها، آرزوها، نگینه همون زمان ها تصور میکرد که روزی میرسد که او در تلویزیون برآمد میکند؟ نه راستی که من در گوشه خیالم نبود. نه در یگان گوشه خیالم نبود که من هنرمند میشوم و این رو کسب خود انتخاب میکنم. چون در کودکی فکرها هر گونه هستند. امروز میخوای دکتر شوی، پگاه میخوای کارگری چیز باشی، یعنی معلم باشی یا که فرق ندارد. چون در کودکی آرزو زیاد هستند، فکر و خیال هر طرف است. امروز این خیلی پگاه دیگر. لیکن هیچ وقت فکر نمیکردم که هنرمند میشم، لیکن در برج قلبم فکر میکنم که داشتم یک چیزی که با موسیقی پیوسته است. پیشنهادی کی بود در بوستان برآمد کردن نگینه؟ شروع میکنیم از دوری مکتبی، چون در زنگ آخر من با یک سرود با نام الویدا در اونجا برآمد کردم و با همین سرود همه همسبقانم مرا شناختن، یعنی میشناختن با از اون جهتی که من هنرمند هستم. نه معلم هایم خشت تبارانم از اینجا شروع میکنیم، از اینجا شناختن. بعد دویم بار در عید جوانان که 23 مای شده گذشت، اونجا برآمد کردم. از پدر و مادرم نپرسیدم. سرود الویدا رو یا دیگر این رو با یک سرود دیگر با اون وقت تیار کردم. در اونجا با اینها هم از زنده صدا میدادن؟ بله بله. خوش خوش. اون وقت فونوگرام نبود. بعد در اونجا این سرود اجرا کردم. بعدا اندلیب که شد، یک خاله پدرم در حکومت در شعبه فرهنگ حکومت شهر پنجکند کار میکردن. اون کس بسیار خواهش کردن که بیو یک بار بیو، چون ما یک خان میخواهیم. یک خان یعنی در جستجوی یک خان دختر باید باشد، آواز دخترانه باشد میخواهیم. بعد من نتونستم جوابش رو بدم، چون از پدر مادرم پرسیدگی نبودم. پدرم این پیشنهاد رو خوب قبول نکرد، بسیار در غضب اومد. نخواست که من در بوستان برآمد کنم. بله. باز وقت گذشت، باز یک چند ماه گذشت، اینا هیچ کس نیافتند، یعنی یافتند بدیل نزدیک نیافتند. باز اومدن گرفتن. من باز در چیز میخوندم، در کالج طبی میخوندم. از اونجا رستو میرفتم مشق رپتیسیایی همون بوستان میرفتم کم کم، چون بسیار شوق داشتم میخواستم. بله. رستو میرفتم اونجا مشق میکردم، لیکن نمیگفتم هیچ کس بود. لیکن در صحنه برآمد نمیکردم، در جاهایی که مشق میکردن اونجا مشق میکردم. بعد که دیگر نیافتن
آواز زنانه باز آمدن گرفتن، باز پدرم با ما نگری کردن گرفت. همین خلاص گپ که همین خیلی باز چخیل شد و راضی کنونیدن. راضی شد. بله راضی شد. در شهری برآمد کردم. در ولایتی ما غالب آمدیم. در بستان ولایتی پسر پنجکین باز غالب آمد. بعد باید می آمدیم به پایتخت. ولی باز وقتی به پایتخت آمدم بسیار پرابلم های زیاد شد. مشکلی های زیاد شد. باز پدرم منگری کرد. خیلی خلاص گپ که با همه مشکلی های برطرف کردیم و آمدیم اینجا. همین سرود با سرودی رنجیده نگارم آمد که در مردم در لبی آبی نام دارد. بله یکم روزی برآمده که شهری پنجکین باید میکرد. من این سرود رو سراییدم و مردمی که در تالار شتایی بودن بسیار خوب قبول کردن. از خاطرم هیچ وقت این چیز نمیرود. همون اولین صحنه بزرگ. بله اولین صحنه بزرگ. همین از برو آمدم که با خرسک چی کردن؟ استقبال گرفتن تا تمام شدن سرود تا رفتن من خرسک ها بود. برایم یک الهام داد. نمیدونم چه خیلی که همه با همون میمیکایی که در همون سرود بود منو با همون میشناسن، با همون خوشبرانی ها بود. پدر بعد تماشا کردن در هنگام در چی میخوام گید پدری من که خودشون موسیقی رو بسیار خوب میفهمن، خودشون هم سراینده هستن، آوازی خوب دارن. اول چیز گفتن که تو در همون اوجش کمتر فلش خوندی. همین خدر گپ گفتن. دیگر اون کس که میفهمن از همین جهت گفتن که کمتر ناجوری بود. وارد شدید به دنیای هنر؟ بله نه از بعد این مصلحت کرده بودیم که بس تمام دیگر در خانه ما این مسئله باید کشوده نشود هیچ وقت. خیلی بعد که گذشت رفتیم، بعد همین سفینه تلویزیون سفینه یک روز به 4 بار 5 بار این سرود در وقتی رکلام هم میمونن، در مابین برنامه هم میمونن، در صبح میمونن، در همه این برنامه‌های سفینه که این سرود صدا میداد. دیگر پدرم هر روز همین میدید کش میکردیم که سفینه نمونه شده که اول نمونه که پدرم نبیند به غضب نبیاد. خیلی همین خیلی بعد این سرود بسیار مشهور شد. بعد من هم بسیار مشهور شدم با این سرود و پیشنهادو بعد هر روز از پایتخت زنگ میزنن، از تلویزیون زنگ میزنن، از وزارت فرهنگ زیاد زنگ میزنن، میبیان از همین دوشنبه میخیزن میبیان پنجکین مصلحت برای که من بیام اینجا خوندنی در کنسرواتوری. بعد همین خیلی دیگر اخیراً راضی کنونیدن. ترانه‌های سرشار محبتند. از سرود، از انتخاب متن، از اجرایش احساس می شود که نگینه عاشق است. یا من خطا میکنم؟ نه چرا؟ آواز من لیریکی است. خود همین سرودهای لیریکی طلب میکنن، چون به همین خیلی سرودهای لیریکی به سرودهای آرام خوش آوازی من است. متنهای سروده اون وقتی که من نو کار سر کرده بودم، یعنی کاری سرایندگی سر کرده بودم، متن رو اونقدر صرفم نمی رفتم چون جوان بودم، بسیار چیزا رو ممکن نمیفهمیدم. ممکن شعر و ادبیات و در این چیزا کمتر تنقیصی میکشیدم. ولی بعد با گذشت وقت، با پیدا کردن موقع خود در جدای هنر، باز شعر رو میفهمیدگی شدم
باز معنای هر یک سرودی که میخوانم به میرفتگی درک شدم معنیش به درک معنیش میرسیدگی شدم و با خیلی با آهنگ وی رو پیوست کردن و میفهمیدگی شدم که بعد سرودهای من سرود شد و بعد به دل مردم جا گرفت. تشکر. و میدونید عشق خواه و ناخواه دریچه قلب هر یک ما رو میکوبد. باورم نیست اگر کسی بگوید که نه من با عشق دست به گریبان نشدم، زیرا من به فرمان دیلم که دل به فرمان من است. پس چون در مورد عشق گفتیم، همون گونه یک گم ترانه مهین رو میخواییم این لحظه از لحن نگین بانو بشنویم. تو بسنگی علامت دلم میشکنی، تو بدوری خود ما دلم میشکنی، برای تو که همیشه دل من پزمان است، بیایی و سری را دلم میشکنی، دلم میشکنی، دلم میشکنی. میدونید گینا من این سال را انقریب در هر برنامه با نوبسته از اونی که چهره های برنامه کی هستند، زن مرد، حتما که پیشنهاد میکنم. یعنی جنسیت در راه هنر نقش میبازیده باشد. البته مرد یا زن برای کدامین در جوده هنر موفق شدن راحت تر است یا آسان تر است؟ چون به جنس لطیف توجه زیادتر است. چون هم به شنیدن، هم به دیدن، هم به خلق و رفتار جنس لطیف رو فکر بکنم زودتر چیز می شود. اگر هنرمند شدنی باشد زودتر یعنی راحت‌تر موفق می شود. راحت‌تر بله موفق می شود. فکر میکنم با مردها بسیار دشوار است. من چون میدونم، چون در همین ساحه هستم میبینم بسیار مشکل است مشهور شدن. زندگی دفتری از خاطره هاست. یک نفر در دل شب، یک نفر در دل خاک، یک نفر همدم خوشبختی هاست، یک نفر همسفری سختی هاست. یعنی که از ماست که بر ماست، گویند چیزی که کاری همان میدروی. پس در همین زندگی نگینه تا کدام حد خوشبخت باشد؟ تا همون حدی که در کار است خوشبخت هستم. چون گفتید از ماست که بر ماست، چون از خود آدم بسیار چیز وابستگی دارد، از خود زن بسیار چیز در زندگی وابستگی دارد و کوشش میکنم که زندگی هم خوب باشد، فرزندانم خوب باشند، زندگی عائلویمون خوب باشد، در کارهای خودم هم موفق باشم، چون همه کوشش و غیرتش رو دارم. سربلند باشید. و میگویند به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خاری بود گلدسته گردد. و باورم هست که دیگر خور پیش راه نگینه نیست، همه گلدستن. ما در جاده هنر بازم از اینم قله‌های بلند را تمنا میکنیم و شما توانایید، شما توانمندید، زیرا که میگن اگر گویی که بتوانم قدم بینه که بتوانی، اگر گویی که نتوانم برو بینشین که نتوانید، لیکن شما میتوانید. با شما موفقیت. خب تشکر میگویم برای صحبت، تشکر میگویم برای ترانه های دلنشین. امیدواریم که در صحبت های دیگر باز با هم وا خواهیم خورد. تشکر برای دعوتتون. موفقیت برای شما و تلویزیون سفینه خواهان. سربلند باشید. و بیننده عزیز اینجا میرسیم به پایان برنامه. تا نزدیکترین دیدار و تا دریافت چهره دیگر، خیر دوستداری صنعت اصیل باشید.
خود باز آمدم یاد تو کردم به خاکستان دنیا هرچی خاکست همه بر سر زدم یاد تو کردم به خاکستان دنیا هرچی خاکست همه بر سر زدم یاد تو کردم شونی